أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در برنامه گذشته پیرامون آداب مساجد اشاره نمودیم. اشاره کردیم آداب آمدن رو به طرف مسجد، وارد شدن به مسجد، چگونه از مسجد خارج شدن و همچنین بعضی از آداب دیگر که پیرامون آداب مساجد بود در برنامه گذشته اشاره نمودیم. الان ادامه بحث آداب مساجد هست. مسجد، خانه خدا، جایی که فقط الله سبحانه و تعالی سجده می شود، جایی که فقط عبادت، دعا و نیایش به طرف اوست و به خاطر اوست. از جمله آداب مساجد، مسجد چنان جایگاهی داره که آیه‌ای که تلاوت شد الله سبحانه و تعالی می‌فرماید انما یعمر مساجد الله. مساجد را چی کسانی اعمار میکنن؟ هر کس میتونه مسجد بسازه؟ هر کس میتونه مسجد اعمار کنه؟ چی کسانی مساجد را اعمار میکنن؟ من آمن بالله والیوم الاخر، کسانی که ایمان به الله دارن، ایمان به روز آخرت دارن، و اقام الصلاة و آت الزکات، نماز برپا میدارن، زکات میدهن، ولم یخش الا الله، ولم یخش الا الله، از هیچ کس نمیترسن جز ذات اقدس الهی. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اینها دیگه کسانی هستند که هدایت شدن، یعنی کسی که ارتباط با مسجد داشت، کسی که راه و رابطه با مسجد داشت، او انسان هدایت یافته هست، راه را پیدا کرده، چون خانه ذات اقدس الهی را پیدا کرده و در آنجا به راز و نیاز و پروردگار بی نیاز مصروف و مشغول هست. از جمله آداب مساجد اینه که شخص وقتی وارد مسجد شد سلام میده برای اهل مسجد و بعداً تحیه مسجد میخوانه. و درباره تحیه مسجد رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا دخل احدکم، وقتی که داخل شد یکی از شما به مسجد، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تا اینکه ننشینه در جای خود تا اینکه 2 رکعت نماز بخوانه. از جمله آداب مساجد عدم خروج من المسجد بعد الاذان الا للعذر. از مسجد خروج نشه. وقتی اذان داده شد، شخص داخل مسجد بود، اذان داده شد، حالا از مسجد بیرون نشه. اگر از مسجد بیرون شد از ادب به دور هست، الا عذر باشه. شخص وضو نداره، میره وضو میسازه،
و عذری که شریعت او را بپذیره. اگر چنین عذری داشت اشکالی نداره، اما وقتی اذان داده شد و شخص داخل مسجد بود باید از مسجد بیرون نشه. در همین باره ابو شعثا رحمه الله میفرمایه كنا قعودا فی المسجد مع ابی هریره، میفرمایه که ما همراه ابو هریره در مسجد نشسته بودیم. فاذن المؤذن، اذان داد مؤذن. فقام رجل من المسجد یمشی، شخص داخل مسجد بود و حرکت کرد و از مسجد بیرون شد. ابو هریره این را نگاه میکرد، حتی برخاست نگاه کرد که کجا میره. وقتی دید که این از مسجد بیرون شد و رفت، حتی خرج من المسجد، فقال ابو هریره رضی الله عنه اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه و سلم. این شخصیه که نافرمانی رسول صلی الله علیه و سلم کرده و رسول صلی الله علیه و سلم در این باره اشاره میکنن کسی که عذر نداره وقتی صدای اذان شنید نباید از مسجد بیرون بشه. در روایات میاره که وقتی که صدای اذان بلند شد شیاطین از اطراف مسجد فرار میکنن، از داخل مسجد فرار میکنن، از دروازه های مسجد فرار میکنن، نه انسان مؤمن و مسلمان و متقی و پرهیزگار. پس بناهن از جمله آداب مساجد شخصی که در داخل مسجد نشسته بود وقتی اذان گفته شد از مسجد بیرون نشه. ادب دیگر از جمله آداب مساجد اینه که وقتی صفها بسته میشه باید انسان مؤمن تلاش بکنه که صف راست باشه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند سو صفوفکم فإن تسویة الصفوف، در بعضی روایت تسویة الصف من تمام الصلاة، در روایت دیگر آمده من اقامت الصلاة. برابر داشتن صف، برابر کردن صف، برابر بودن صف در نماز از جمله اقامه نماز هست، از جمله کامل بودن نماز هست. پس از جمله آداب مساجد اینه که انسان در راست بودن صف در داخل مسجد باید تلاش بکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسانی که در صف اول قرار دارن، کسانی که در تلاش میکنن به راست بودن صفها و داخل مسجد حضور دارن، ملائکه برای اینها دعا میکنن. از جمله آداب مساجد متابعت امام و عدم وقوف. یعنی چی؟ چگونه؟ بعضی از اشخاص وقتی وارد مسجد میشن میبینن که امام در حال سجده هست، در حال سجده هست. اینها استاده میشن، توقف میکنن تا اینکه امام از سجده بلند بشه و اینها امام در قیام دریابن، در حالتی که چنین نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند فما ادرکتم فصلوا، امام در هر حالی که درک کردید و دریافتید، چی در رکوع هست، چی در سجده هست، چی در قیام هست، چی در جلسه هست، امام را در هر حالی که دریافتید در همون حال شروع کن به نماز. یک سجده اضافه بشه به نزد الله اجر هست، ثواب هست. یک سبحان ربی الاعلا، یک سبحان ربی العظیم، یک مرتبه بین سجدتین وقتی بگی رب اغفر لی وارحمنی انت خیر الراحمین، چقدر اجر، ثواب و پاداشه. پس این آداب باید رعایت بشه. ادب دیگر این که خیلی مهمه، نباید در مسجد یک مکان حجز بشه برای یک شخص بیاید جای نماز خود را در جای بیاندازه که همیشه این جا از فلانی باشه. یه از ادب به دور هست. انسان در مسجد هر وقت آمد هر جا کشیش جایش هست. پس بناهن این نکته خصوصا در مساجدی که بزرگتر هست مثل حرمین شریفین، مثل مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم،
که ما بیایم یک مکان را حجز بکنیم برای خود، یا از این بدتر کس دیگری بیای حجز بکنه برای دیگری. از این هم قبیحتر و بدتر و زشتر اینه که کسی بیای یک مکان را حجز بکنه باز به کسی دیگری بده، در مقابلش دنیا بگیره، پول بگیره. اینها از ادب به دور هست. چون وقتی مکان حجز شد، جا تعیین شد، این جای فلانی هست، این جای من هست، این عواقب خطرناک داره. ریا در عقیب خود داره، سمعه در عقیب خود داره، عجب در عقیب خود داره، تنبلی و سستی و غفلت در عقیب خود داره. شخص میگه برو جای من در صف اول آماده هست، من 10 دقیقه که به اقامه بمانم میرم. این انسان رو تنبل به بار میاره، انسان رو متکبر میسازه. پس بناهن از جمله آداب مساجد اینه که وقتی وارد مسجد شدید هر جا که جا بود بنشینید، هر کس که هستید، الا که مگر پشت سر امام یک نفر که یا 2 نفر میگن که استاده بشه و این جای کسی که اقامت میگه یا جای یک عالم هست که اگر امام عذری برایش پیش میایه کسی پشت سرش باشه که همان اهلیت امامت را داشته باشه که او جایش مشخص میشه و یک بحث جداگانه است. در غیر آن کسی دیگری حق نداره مساجد از آن خود و شخصی خود بگردانه. نکته دیگر از جمله آداب مساجد اینه که شخص نشسته، کسی دیگری آمد جای خود را برایش بده از لحاظ احترام اینها، این هم کار درستی نیست. به خاطر اینکه عبادت هست، قضیه عبادت، ما عبادت را نمیتونیم به کس دیگری بخشش کنیم. در قسمت عبادت هر کدام ما یکی از دیگری محتاج تر هستیم. پس بناهن این هم از ادب به دور هست که یا یک شخص تاجری که وارد مسجد شد ما فقیر بگیم برخیز که این تاجر بنشینه، یا یک فرد قدرتمند داخل شد فقیر و یا مسکین یا کس دیگری که از ابتدا آمده در جای صف اول و دوم کسب کرده، از آن خود کرده، اجر گرفته، بیاییم و بالاخره او را بگیم برخیز که این قدرتمند بشینه. از جمله آداب مساجد همچنین نکته دیگر اینه که شخص آمده از ابتدا صف اول گرفته، الان نیاز برمیخیزه میره دوباره وضو میسازه، پس برمیگرده، وقتی برخاست کس دیگری در جایش ننشینه. از جمله آداب مساجد در جلسه گذشته هم اشاره کردیم اینه که نظافت مسجد باید رعایت بشه. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، مسجد حقوق زیادی داره، باید اینها را رعایت کرد. مسجد جای خواب شدن نیست، چون خواب غفلت هست. مسجد جای بیداری است. مسجد جای اکل و شرب نیست، خوردن نیست، الا که مگر شخص معتکف به مسجد به قدر ضرورت میخوره، میخوابه و مینوشه. از جمله آداب مساجد که خیلی مهمه اینه که شخص وقتی وارد مسجد میشه از خوردن سیر و پیاز خودداری کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من اکل ثوما او بصلا، کسی که میخوره سیر و یا پیاز چه کار بکنه؟ به مسجد ما نیایه. سبحان الله. ولیقعد فی بیته، در خانه خود بنشینه. به خاطر اینکه او چیزی که بنی آدم را اذیت میکنه ملائکه هم اذیت میشن. از این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم این را میدانیم که وقتی ما میگیم نظافت مسجد رعایت بشه، خود شخص هم باید نظافت داشته باشه. نشه که خدای نخواسته بویی از وجودش، از دست و پایش، از لباسش بوی بدی به مشام دیگران برسه. مسجد جایی است که همه کنار هم دیگر استاده هستیم، عرب و عجم، پیر و جوان، فقیر و غنی، همه باید رعایت حال همدیگر را داشته باشیم. خصوصا در ماه مبارک رمضان بعضی انسانها رو میبینیم که آنقدر غذاهای غلیظ و اینها رو میخورن، سر نماز استاده هست تا امام سوره فاتحه رو تمام ناکرده، با عرض معذرت از بینندگان عزیز من معذرت میخوام که این لفظ را اشاره میکنم، شروع میکنه به
اوراقهای عجیب و غریب. برادر عزیز، رعایت کسی که دست راست تو هست، کسی که به دست چپ تو هست، رعایت حال این را هم داشته باش. این سیری که تناول کردی، پیازی که تناول کردی، رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند کسی که دهنش بوی سیر میده، بوی پیاز میده، نیاید در مسجد، در خانه خود بنشینه. و این را هم باز نشه که کسی برای خود دلیل بگیره برو من که سیر را هم میخورم، پیاز را هم میخورم، برو مسجد نمیرم چون رسول الله گفته مسجد نیاییم. تو از خیر کثیر خود را محروم میکنی، از جماعت مسلمین خود را کناره وقتی زدید. میدانید نتیجه و عواقب چی میشه؟ ید الله مع الجماعه. از جمله آداب مساجد اینه که مسجد نباید تعلق به یک شخص و یک قوم داشته باشه. واقعا این از ادب بدوره که بگیم فلان مسجد از فلان قومه، فلان مسجد از فلان شخصه. مسجد هر کس که ساخت انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. من آمن بالله والیوم الاخر. مسجد خانه خداست، از آن بندگان خداست. هر کس که میخواد این را آباد کرده باشه. اما هر مسلمانی که وارد مسجد میشه کسی حق نداره که بگه این مسجد از فلان قوم هست، از فلان خان هست، از فلان تاجر هست. و او شخصی که این را ساخته بیاید به کل امورات مساجد، به امورات مسجد مداخله کنه. مسجد را ساختی به خاطر الله، تمام، اجر خود را از الله بگیر، مزد خود را از الله بگیر. حالا که بیاد به امامم مداخله کن، به مؤذنم مداخله داشته باش، به امور مسجدم تصرف داشته باش، هیئت امنای مسجد هم که تعیین میشه باید تو تایید کنی. اینها از ادب دور هست. مسجد از آن خداست. و ان المساجد لله انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که آداب مساجد رعایت کنیم و عظمت و بزرگی مسجد بدانیم و بفهمیم که این خانه خداست. این خانه شخصی کسی نیست، نه از فلان پادشاه، نه از فلان وزیر، نه از فلان حاکم، نه از فلان ولسواله، نه از فلان خان صاحب، نه از فلان شخص صاحب. مساجد از آن خداست. خوشا به حال کسی که آداب مساجد رعایت کرده، وارد مسجد شده، از این خانه ارتباط با ذات اقدس الهی برقرار بکنه. الله سبحانه و تعالی همه ما را توفیق بده تا اینکه آداب اسلامی را که پیرامون مساجد بود همیشه رعایت داشته باشیم. تا برنامه بعد شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا. حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا. وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا. حياتي بالقيام أحلى.